إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران، چرا که با شما وعده کرده بودیم در موضوع عقیده شیعی پلید صحبت میکنیم. الحمدلله الله تبارک و تعالی اون فرصت رو بر ما رسانید. ان شاء الله با شما در موضوع پلیدها صحبت میکنیم. خیلی که بر ما و شما معلوم است سبب اختیار کردن ما و شما این موضوع را این است که بسیاری از برادران میشنویم که این پلیدها را برادر میگن و سبب برادرگویی این برادران سببش این است که دور شدن از عقیده اهل سنت و جماعت است، دور شدن ائمه اربعه است، دور شدن از مذهب ابو حنیفه، منهج ابو حنیفه رحمه الله است. و سبب دیمش این است که بعض بانو ملاها بانو ایشانها این رافیزی ها را برادر که گفتن و این برادرها فریب خوردن به گفته اینها. انشاءالله با شما میخوانیم عقیده رافیزی های پلیده، با تعامل میکنیم، فکر میکنیم آیا همین پلیدها برادری ما هستن یا که نیستن. انشاءالله از کتاب های خودشون که معتبر است در نزد اونها، کتاب های معتبر مشهور است، همین کتاب هایی که آجی جمع‌آوری کردگی است در چیز یک توده از عقیده های پلیدها که بسیار بسیار است، مثل بحر است اینا را چیزاشون شرک و کفرشون. اما یک مقصد چند تا انشاءالله از عقیده پلیدشون جمع کردگیم، انشاءالله با شما میخونیم. با صحیفه و با نام کتاب جلد صحیفه همش خطیه انشاءالله. یعتقد الشیعه میخونیم، عربیش هم میخونیم بعد ترجمهش میکنیم تا اینکه مقصد شود، برای که عربی خطیه الكتاب شون يستجاب. يعتقد الشيعة أن الله بعث جبريل بالوحي إلى علي عليه السلام، فغلط جبريل وأنزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم. كتاب المنية والأمل في الشرح الملل والنحل، سيفي الصيام. كتاب المنية والأمل في الشرح والملل والنحل، سيفي الصيام. اینو می کتابو شگرفتیم که تا اینکه کسانی که شک دارن شکاشون برای که کفر فسق فجور و شرک اینو دار که اینو مشرک است، یگون شک شبهه نیست، اینو کافر است شیعه ها. بنابراین نام کتاباش گرفته هستن با نگن که یگون اینترنت خونده است یا که یگون جو خونده است، بلکه از کتاب اینا در پیشم کتاب موندگی از کتاب خونده است برادران، نه از اون کس گرفته است. از کتاب عقیده اونها رو جمع آوری کرده، از کتاب خونده است برادران. در چی میگه که یکم چیزونه اعتقاد دارن شیعه ها که بر این که الله تبارک و تعالی حضرت جبریل روی کرد به سوی علی، اما جبریل خیانت کرد و خطا کرد، در جای خطا گفتگی، اما در دیگه چیز روایتشون خیانت کرد، یعنی خیانت کرد و روی کرد جبریل، یعنی با جبریل نازل کرد وحی را به محمد صلی الله علیه و سلم، یعنی به محمد روی کرد. میگه نباشد با علی الله روی کرد به حضرت جبریل که باید علی دا چیکو میکرد نازل میکرد. نام کتاب کتاب المنیه والعمل فی شرح الملل والنحل. ديم يعتقد الشيعة أن القرآن الكريم ناقص، وأن القرآن الحقيقي صعد به إلى السماء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب التنبيه والرد، سيفي بسفان. كتاب التنبيه كتاب التنبيه خطأ قالوا كتاب التنبيه والرد، صحيفه 25. چیه در معنیش؟ اعتقاد داره شیعه بر این که قرآنی که خود در نزد ما و شما هسته ناقص است، اعوذ بالله، و قرآن حقیقی که اونا میدونن با گفتی بایا قرآن حقیقی برداشته شده است، یعنی برداشته شده به سوی آسمان، یعنی الله گرفته به سوی آسمان برده شه بعد وفات نبی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. ببینید که کفر را برادر یک اینمی اول گفتگیم که کفایه میکنه. حضرت جبریل خیانت برآوردگیشون، غلط برآوردگیشون کفایت میکنه به اجماع کافر بودن و یورا. اینا ببینیم که چیکار میکنه، قرآن ناقص گفتن این کفر دیمشونه. تازه عزیز به طورش هست. سیمش
قالوا بسخافة بعض آيات القرآن. قال أحد شيوخهم وهو التبريسي: وعلى اختلاف النظم كفساحة بعض فقراتها البالغة حد الإعجاز وسخافة بعضها الآخر. كتاب الوثيقة صفحة 211. كتاب الوثيقة صفحة 211. إكتوفت شيخ شو تبريسي بنومي تبريسي إكتوفت میگه که بعض آیات ها معنی نداره، فایده نیست، خیلی از اعجاز خالی است و بعدش اعجاز داره بعدش اعجاز نداره، بعدش فصاحت داره بعدش فصاحت نداره. یعنی قرآن عیب گرفته است، قرآن عیب گرفته است، میگه به ترتیب به نظام است. اعوذ بالله. انا میکفایه میکنم در کفری چی ایروفیزیای مشرکان. ایچی نام کتاب گرفتم کتاب الوثیقه صفحه 211. چهارم: یعتقد ان الرسول، ما کتاب خود چون خوندم برادر، ایتش خوندم کتابای معتبر در نزد رفیجا، این کتابای مشهوره و یاد کتاب دیگه مشهوره و یا شم میگم. چهارم: یعتقد ان الرسول صلی الله علیه و سلم بلغ جزءا من الشريعة وجعل الباقي عند علي بن أبي طالب ليبلغه. تعليق شهاب الدين، اسم كتابه تعليق شهاب الدين نجفي على إحقاق الحق لتستره. جلد ده صحيفه 288 صحيفه 289 صحيفه 289 اسم كتاب تعليق شهاب الدين نجفي على إحقاق الحق لتستره. این کتابت چی میگه؟ اعتقاد دارن که پیغمبر خدا جزء شریعت چیکار کرد؟ مقصد جزء شریعت رسون به مردم و جزء دیگه شد باقی مونده در نزد علی که علی برسونه به دیگران. یعنی پیغمبر خدا شریعت کاملا به مردم نرسون نگه، یعنی قشد علی مون که علی برسونه. اعوذ بالله. کفر بین برادران. پنجم: يعتقد أن أئمتهم هم الواسطة بين الله وبين خلقه. كتاب البحار الأنوار. نگاه کنید کتابات اینا اسم کتاب شون. اسم کتاب كتاب البحار الأنوار الجامع للدرر أخبار الأئمة الأطهار. اسم كتاب شون. جلد 23 صحيفه 99. جلد 23 صحيفه 99. كتاب بحار الأنوار. این کتابات نگاه در چی میگن؟ مؤلفش بگم، مؤلفش محمد باقر مجلسی، تعلیف کتابش یعنی کتابش تعلیف کردگی سال 1037 سال 1037 هجری تولد شدگی کسافت سال 1111 هجری وفات کردگی. سال 1037 تولد شدگی سال 1111 وفات کردگی. کشورش جای اقامت میکردگیش اصفهان است. این کتاب بحار الانوار بهترین در نزد های معتبرترین کتابشون است. عدد المجلدات 110 تا، یعنی 110 مجلد است. چاپی بیروت، طبعی بیروت است. 110 تا مجلد است. چه است؟ بحار الانوار الجامعه للدرر اخبار الائمه الاطهار. یکی از کتاب‌های مشهوری چه است؟ نزد رافضی هست. این کتاب در قم درس میتن و در چی اثنا عشره در چی در نزد اثنا عشره که در ایران است مشهور است همین کتاب. يعتقد أن الأئمتهم هم الواسطة بين الله وبين خلقه. در همین کتاب میگه که اعتقاد دارن که امام‌های همون واسطه است بین خدا و بین چی بین خلقش. واسطه است بین چی بین خدا و بین چی بین خلقش. ببینن که الله چی میگه، امام‌ها چی میگه؟ بین الله چی خدا واسطه است، بین خلق و الله چی است؟ واسطه است. یعنی تو پیش اگر الله طلب کنی، تو پیش الله نمیره طلب نمیکنی، تو پیش ائمه اینا میره، یعنی امام‌ها اینا میره پیش امام‌هاشون طلب میکنی، سجده میکنی، قبرشون در همه میطلبی. الله چی از الله نه از امام‌های میطلبی، امام‌های اینا میره بعد الله چی میکنه میطلبن برای تو. میگه که شرکت این شرک محض، کفر محض، نمیقش کفایه میکنه که در کفر بدن یا اجماع علمای اهل سنت بر کفر اینا. پنجم گفتیم. ششم: يقولون أن الحج إلى قبور الأئمة أهم من الحج إلى كعبة المشرفة. ثواب الأعمال سيفية سبب السياق. اسم كتاب ثواب الأعمال سيفية سبب السياق. میگن که حج کردن به سوی، یعنی حج کردن، حج رفتن یعنی طواف کردنی
قبرهای ائمه‌شون امام‌هاشون بهتر است مهمتر است از کعبه مشرفه. یعنی قبر امام‌های اینا را طواف کنی، عبادت کنی، برای سجده کنی، برای طلب کنی، زیارت کنی، بهتر است چی است؟ بهتر است ای حج کعبه مشرفه. این چی بود؟ این ششمش بود. کفایت میکنه، یک دونه کفایت میکنه در کفر شرکیان. هفتم، يعتقدون أن من زار قبر الحسين كمن زار الله في عرشه. مزار المفيد سيفي پنجویک. مزار المفيد اسم کتابه. مزار المفيد سيفي پنجویک. اعتقاد دارن که در همین کتاب اعتقاد دارن که کسی که قبر حسین زیارت کرد گویا این که الله زیارت کرد در عرشش. بینن این شرک و کفر برادران. هشتم، يقولون أن تراب وطين قبر الحسين يقولون أن تراب الوطين قبر الحسين شفاء من كل داء. اسم كتاب أمالي سيفي 318. اسم كتاب أي أمالي الأمالي سيفي 318. اعتقاد دارن که در این کتابشون میگن که هر کسی که خاکی لای قبر حسین بگیره، مقصد در مرض دیده بشه که در تمام چی کسلی ها شفا است. در تمام کسلی ها چی در تمام مرض ها شفا است. خاکی قبر حسین این چی است؟ این شرک محض است. این شرک کسی که همین کارا میکنه مشرک میشه. ببینن که نمی یک تاییدش کفایت میکنه در مشرک کافر بودن و یودا. برادر اسم کتاب گفته استم با شک شبهت نمونه که سبحان الله کتاباش اول اینترنت کچا میکنه اگه میگه بخونید ببینید اگر عربی فارسی خوان باشین کافر مشرکانی ها یگان شک شبهه نیست شما را پوشوندن حقیقتا نمیگنی این خوینا. نهم، لا يفرقون بين الله تعالى وبين ائمتهم. مصابيح الانوار اسم كتاب مصابيح الانوار في حل المشكلات الاخبار. اسم كتاب مصابيح الانوار في حل مشكلات الأخبار. جلد ده صحيفة 397. صفحة 397. نومي همین صاحب کتاب سید عبدالله شبرای چای لعنتی. در این کتاب میگه که همین کتاب در چی میگن؟ چه اعتقاد دارن؟ لا يفرقون بين الله تعالى وبين ائمتهم. یعنی بین الله و امام های و اون فرق نداره. یعنی چی الله حتی چی کنی طلب کنی چی امام ها را هر دوشون یک. یعنی الله برابر امام است. یعنی امام برابر الله است. اعوذ بالله امامشون. دهم، يقول شيخهم کلینی لعنت الله یک کافر دیگه است. شیخ های بهترین شونه در نزد معتبر یعنی کلونه. يقول شيخهم كليني أن الكواكب والنجوم لها تأثير في السعادة والشقاوة وفي دخول الجنة والنار. روضة من الكافي. اسم كتاب روضة من الكافي. همي بدبخت كي محمد ابن يعقوب كليني همي بدبخت. روضة من الكافي جلد 8 صحيفه 2103. جلد 8 صحیفه 2103. اسم کتاب روضة من الكافي. صاحب کتاب لعنتی محمد بن يعقوب الكليني. يقول شيخ كليني أن الكواكب والنجوم میگه که ستاره ها و همین فلک ها یعنی فلک ها و ستاره ها همین پلنت ها بر تأثیر دارن بر انسان، یعنی بر بدبخت بدن نیکبخت بودنش و داخل جنت شدن و دوزخ شدنش. یعنی اینا چی هستن؟ اعتقادی ستاره پرستا دارن. یعنی ستاره پرست ای ستاره قطعی حکم میکنن چی داخل دوزخی بدنی و بهشتی بدنی یا که بدبخت بدنی نیکبخت بدنی ترا. ببینن که این ستاره پرستا و مشرک کافرانیو. اسم کتاب صحیفه‌اش گفته است با گمان نکنید که پیش گام دیستم که شک شبهه برای که کافر است گپ کجا دیدیم برادر نگینه ایرو کافر بدونیم. 11 يعتقدون أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يعلم الغيب ويزعمون أنه قال وحاشاه أن يقول أنا رب الأرض الذي يسكن الأرض به. مرات الأنوار اسم کتاب مرات الأنوار صحیفه 59. مرات الأنوار صحیفه 59.
اعتقاد دارن که علی، حضرت علی رضی الله عنه غیب میدونه و گمان دارن که گویا اینکه حضرت علی گفتگی باشه که انا رب الارض الذي يسكن الارض به، من خدای زمین هستم که اون زمینه که ساکن میشه، به حرکت نمیدروید، آروم میسته، چی با اجازت ما، یعنی با چیزی ما وقتی که ما در اون زمین باشیم زمین چی نمیشه، به حرکت نمیشه، زمین لرزه نمیشه که زمین با چی با اجازت ما یعنی آروم میسته. اعوذ بالله. کتاب میرات الانوار صحیفه 59.